توی دنیای مارول همیشه یه قانون بوده، هر وقت بازیگری پیدا میشه که همه عاشقشن، یه بازیگر دیگه هم هست که تقریبا همه ازش متنفرن. من نویدم و امروز میخوایم درباره محبوب ترین و منفورترین بازیگرای مارول صحبت کنیم که یکی از عجیب ترین نمونه هاش رو توی سریال شی-هالک دیدیم. وقتی خبر رسید که تاتیانا نقش جنیفر یا همون شی-هالک رو بازی میکنه، خیلی گفتم بهترین انتخاب ممکنه. اما وقتی سریال شی-هالک وکیل قانون اومد روی دیزنی پلاس، خیلی از طرفدارهای مارول نه تنها از سریال خوششون نیامد، بلکه از خود تاتیانا هم بعدشون اومد. چرا؟ چون به جای یک کمدی حقوقی جذاب با یه داستان شلخته طرف شدن که هرچی ساختار داستانی بود رو به هم زد. مدام خودش رو مسخره کرد و حتی کل دنیای مارول رو هم به بازی گرفت. یه جاهایی از سریال که حسابی حاشیه درست کرد. مثلا قسمت سوم بود که اونجا جنیفر توی قالب شی-هالک وسط اداره وکالتش داره با مگان تی استالیون میرقصید. خیلی از طرفدارهای قدیمی مارول گفتن که این صحنه یکی از افتضاح ترین لحظات کل تاریخ فرانچایز ماروله. ولی این فقط شروع ماجرا بود. از یه جایی به بعد سریال به طور علنی شروع کرد به مسخره کردن فنهای مارول. توی قسمت آخرش یه شخصیت هوش مصنوعی به اسم کوین معرفی شد که شوخی مستقیمی با کوین فایگی رئیس مارول داره. توی دیالوگ ها هم پر بود از شوخی ها با مرد سالاری، انتظارات فنها و حتی فروم های اینترنتی. به جای اینکه سازنده ها تلاش کنن دل فن ها رو به دست بیارن، رسما باهاشون جنگیدن و اونها رو به سخره گرفتن. حالا برسیم به خود تاتیانا. یکی از دلایلی که خیلی از فن های سفت و سخت MCU ازش خوششون نمیاد، به رفتارهای خودش تو مصاحبه ها برمیگرده. قبل از پخش سریال توی مصاحبه‌اش بارها تاکید میکرد که شی-هالک برای فن های مارول ساخته نشده و بیشتر یه داستان فمینیستی درباره زنان هست تا یه داستان ابرقهرمانی. مثلا میگفت این سریال برای مردا نیست، یا باید درباره قضاوت‌هایی که درباره بدن زنها میشه حرف بزنیم و از این جور صحبت‌ها. همین حرفا به خیلیا برخورد. وقتی سریال اومد با کلی انتقاد روبرو شد. تاتیانا به جای اینکه بگه نظرات رو میشنوم، شروع کرد به دفاع سفت و سخت از تمام بخش‌های بحث برانگیز سریال و رفت توی فاز اینی که اگر خوشت نمیاد تویی که مشکل داری. اوضاع وقتی بدتر شد که تاتیانا علنا از باب ایگر رئیس دیزنی هم انتقاد کرد و گفت حرفاش درباره اعتصابات کارگرها نشون میده چقدر از دنیای واقعی دوره. بعدها خودش گفت شرایط اون روزا انقدر تنش‌زا بوده که نتونسته دقیق منظورش رو برسونه. ولی خب همین حرفا باعث شد خیلی احساس کنن که تاتیانا حتی با رئیس‌های مارول و دیزنی هم مشکل داره و شاید دیگه توی MCU نبینیمش. حالا از این بازیگر پرحاشیه بگذریم، بریم سراغ یکی از دوست داشتنی ترین چهره‌های مارول، تام هالند. وقتی مارول و سونی تصمیم گرفتن که مرد عنکبوتی رو برای بار سوم توی کمتر از 20 سال ریبوت کنن، همه توقع داشتن کسی بیاد که بتونه انتظارات رو برآورده کنه و تام هالند دقیقاً همونی بود که لازم بود. استنلی خالق اسپایدرمن خودش گفته بود که تام همون اسپایدرمنیه که من موقع خلقش تصور می‌کردم. ولی چیزی که تام رو خاص میکنه فقط بازی خوبش نیست. تام واقعاً یه مارول فنه. خودش از بچگی عاشق این فیلم‌ها بوده و وقتی انتخاب شد مثل بقیه سلبریتی‌ها رفتار نکرد. توی پای صحنه با بازیگرا شوخی می‌کرد و خودش بدلکاری‌هاشو انجام میداد و حتی چند بار آسیب دید که فقط فیلم بهتر بشه. فن‌ها این تلاش ها رو میدیدن و حس میکردن که تام فقط دنبال پول نیست، واقعا میخواد بهترین اسپایدرمن تاریخ رو بسازه. ارتباطش با رابرت دانی جونیور هم که دیگه معرکه بود. رابطه تونی و پیتر جز احساسی ترین خطهای داستانی MCU شد. تازه رابطه واقعی تام و زندایا هم به محبوبیتش اضافه کرد. خیلی از فنها عاشق این شدن که پیتر و MJ فقط توی فیلم با هم نیستن، بیرون فیلم هم واقعا یه رابطه عاشقانه دارن. همه اینها باعث شد که تام هالند به یکی از معدود بازیگرای مارول تبدیل بشه که تقریبا بدون حاشیه فقط به خاطر عشقش به نقش مورد احترامه. اما هر بازیگری مثل تام نیست، چون اگه فقط 5 دقیقه توی سایت‌های آنلاین مارول فن‌ها بچرخی، اسمی که همیشه جنجال به پا میکنه بری لارسونه. توی سال 2018 وقتی داشت کاپیتان مارول رو تبلیغ میکرد، مصاحبه ای کرد و گفتش که من نمیخوام فقط مردای سفید پوست 40 ساله درباره فیلمم نظر بدن. منظورش این بود که منتقدای سینما باید متنوع‌تر بشن. اما خیلی این حرف رو تحریف کردن و ازش تصویری ساختن که انگار از مردا متنفره و فقط دنبال جلب توجهه. همین باعث شد که بری لارسن به چهره‌ای منفور بین مارول فن‌ها تبدیل بشه. وقتی فیلم کاپیتان مارول اومد، درست توی گیشه ترکون و بیشتر از $1 میلیارد فروخت، ولی خیلی از فن‌ها فیلم رو کسل کننده و بیروح میدونستن. شایعاتی هم درباره تنش بری با همبازی‌هاش توی اون زمان پخش شد. مثلا از کنفرانس‌های مطبوعاتی اونجرز اند گیم کلیپ‌هایی پخش شد که بری با کریس همسورث یا دان چیدل رفتارهای خشک و سردی داشت. دان حتی توی توییتر از بری دفاع کرد و گفت رسانه‌ها دارن بیخودی حاشیه‌سازی میکنن.
ولی دیگه کار از کار گذشته بود و اینترنت تصمیمش رو گرفته بود. بری لارسن شده بود نماد ووک بودن هالیوود. وقتی هم فیلم مارولز توی سال 2023 اکران شد و بدترین افتتاحیه تاریخ MCU رو رقم زد، همه تقصیرها افتاد گردن بری. هرچند خود فیلم مشکلات زیادی داشت، ولی بری مثل همیشه سیبل انتقادهای شدید شد. حالا اگر از بری فاصله بگیریم و بخوایم از بازیگری بگیم که تقریبا بدون حاشیه و آروم آروم دل همه رو برد، باید برسیم به الیزابت اولسون. وقتی توی اونجرز عصر اولترون توی 2015 وارد MCU شد، واقعا نقش زیادی رو بهش ندادن. لهجهش توی فیلم گیج کننده بود و داستانش هم نصف و نیمه پیش رفت. ولی با همون حضور کمش همه فنها مجذوبش شدن، چون یه احساس خاص توی بازیش بود، مخصوصا وقتی برادرش پیترو مرد یا وقتی قلب اولترون رو در آورد. غم و خشمش واقعی به نظر میرسه. ولی چیزی که باعث شد ملت عاشقش بشن واندا ویژن بود. این سریال با روانشناسی و پرداختن به غم و سوگ فرمول مارول رو به کل عوض کرد. همه مشکلات فیلمنامه‌ای که مارول بعضی وقتا دوچارش میشه رو الیزابت با بازیش جمع کرد. بعد از واندا ویژن خیلی انتظار داشتن که واندا قوی تر بشه، اما توی دکتر استرنج بعدی داستانش رو یه جوری عجولانه به سمت منفی بودن بردن. ولی بازم کسی از الیزابت ناراحت نشد. برعکس بیشتر فنها گفتن که بهترین بخش فیلم بازی قدرتمند وانداه که حتی وقتی به شخصیت منفی تبدیل میشه غم و دلیلش رو میشه حس کرد. حالا از این بازیگر دوست داشتنی به یکی دیگه بریم که مسیرش توی مارول خیلی متفاوت بوده. آنتونی مکی، کسی که از یک کاراکتر فرعی توی فیلم‌های قبلی تبدیل شد به کاپیتان آمریکای جدید. توی سریال فالکون و سرباز زمستان یه فرصت عالی بود که سم ویلسون رو به عنوان کاپیتان آمریکای جدید معرفی کنن، ولی مشکلات سریال کم نبود. داستانی ضعیف، ریتم کند و ضد قهرمانی مثل فلگ اسمشرز که اصلا درست در نیامده بود. بدتر از همه سم به جای اینکه کاپیتانی باشه که قدرت و اقتدار داره، بیشتر به نظر می اومد که داره سخنرانی‌های سیاسی میکنه. سخنرانی آخرش به GRC برای خیلی شبیه به یه تد تاک بود تا لحظه‌ای قهرمانانه. از اون بدتر رفتار خود آنتونی توی مصاحبه ها بود. بعضی وقتا وقتی ازش درباره نقدها میپرسن به جای پاسخ متفکرانه لحنی تدافعی و گارددار میگیره. وقتی کاپیتان آمریکای دنیای جدید اومد، فروش جهانی فیلم به 289 میلیون دلار رسید که نسبت به انتظاراتی که از MCU میره یه شکست به حساب میاد. خیلی گفتن هنوز سم به عنوان کاپیتان آمریکا کامل جا نیافتاده و آنتونی مکی باید بیشتر تلاش کنه تا بتونه جای خالی استیو راجرز رو پر کنه. اما اگر بخوایم از کسی حرف بزنیم که از اول تا آخر MCU محبوب ترین و بی‌رقیب ترین بازیگر بود، اون کسی نیست جز رابرت دانی جونیور، مردی که MCU رو از صفر ساخت، از اولین آیرون من تا اند گیم. دانی مرکز احساسی و داستانی کل دنیای مارول بود. شخصیت تونی استارک با طعنه‌ها و مغرور بودنش، با اشتباهاتش و غرورش، با عشق و از خودگذشتگیش تبدیل شد به انسانی ترین قهرمان ممکن. رابرت داونی همه ابعاد این شخصیت ها رو عالی در آورد. حتی خارج از فیلم رابرت داونی مثل یه رهبر واقعی برای کل تیم بود. به تازه واردها مشاوره میداد، برای گرفتن حقوق بهتر واسه همبازی‌هاش به تهیه کننده ها فشار می آورد و کمک کرد بعضی از خطهای داستانی مهم مسیر خودش رو بره. مثلا وقتی قرار بود اسپایدرمن یا بلک پنتر وارد داستان بشن، رابرت دانی بود که بهشون کمک کرد راحت‌تر با فضای MCU هماهنگ بشن. و بعد از رسیدن به اند گیم، جایی که با جمله I love you 3000 و کاری کرد که میلیون ها نفر توی سینماها گریه کنن. چون اون لحظه فقط یه مرگ یک کاراکتر نبود، خداحافظی با دوستی بود که سالها باهاش زندگی کرده بودی. حتی الان هم اگر از فنهای قدیمی بپرسی که کی نماد مارول، خیلی بدون معطلی میگن رابرت داونی. حالا از اوج محبوبیت بریم سراغ یکی از بزرگترین سقوط‌های محبوبیت، لتیشا رایت، کسی که با بلک پنتر به عنوان شوری حسابی گل کرد و دل همه رو برد. اما مشکل از اواخر 2020 شروع شد، وقتی که اون یه ویدیو پر از تئوری توطئه و شبه علم رو درباره واکسن کرونا به اشتراک گذاشت. واکنش‌ها فوری و منفی بودن. خیلی‌ها گفتن به عنوان یه بازیگر توی فرانچایز که میلیون‌ها نفر بهش نگاه میکنن نباید چه این چیزهایی رو منتشر کنه. اون به جای عذرخواهی اولش گفتش که فقط سوال پرسیده و میخواد حق آزادی بیان داشته باشه. حتی دان هم به خاطر اینکه مردم تگش کردن اومد وسط و بعد از دیدن ویدیو گفت که واقعا متاسفه که لتیشا این چیزهایی رو منتشر کرده.
بعد از اون ماجرا وقتی فیلمبرداری بلک پنتر واکاندا برای همیشه شروع شد، شایعاتی پخش شد که لتیشا به خاطر نزدن واکسن مشکلاتی برای فیلمبرداری ایجاد کرده. البته مارول هیچ وقت این اخبار رو تایید نکرد و خودش هم بعضی از این گزارش‌ها رو رد کرد. اما همین حاشیه‌ها باعث شد که اعتماد طرفدارها بهش کم بشه. وقتی فیلم واکاندا فوراور اکران شد، خیلی احساس کردن که شوری به عنوان نقش اصلی فیلم اون وزنی رو که باید داشته باشه رو نداره. با اینکه بازیش بد نبود، ولی از یک کاراکتر شوخ و بامزه به شخصیت اصلی جهش بزرگی بود که برای خیلی قانع کننده در نیومده بود. این مسیر سقوط نشون داد که جایگزین کردن شخصیت‌های اصلی توی مارول چه کار سختیه، مخصوصا وقتی فنها چدویک رو هنوز فراموش نکردن. اما وقتی از بحث حاشیه‌ها خسته میشی، یه بازیگر هست که مثل یه نسیم خنک وسط تابستون ظاهر میشه و همه رو به وجد میاره. فلورنس پیو. توی بلک ویدو با اینکه اسکارلت یوهانسون قرار بود ستاره داستان باشه، ولی فلورنس توی نقش یلنا همه توجه ها رو دزدید. با شوخ طبعی تیز و احساسات واقعی و با بازی قوی که با هر کسی هم بازی میشد بهش انرژی میداد. توی سریال هاک‌های هم که اومد، شیمیش با کیت بیشاپ با بازی هیلی استاینفیلد فوق‌العاده بود. دیالوگ ها و بازی های دو نفرشون تبدیل شد به لحظات فراموش نشدنی برای فنها. خیلی ها گفتن که فلورنس از معدود بازیگرایی که میتونه بین کمدی و لحظات جدی به طرز باورپذیری سویچ کنه. توی تاندربولتس هم فلورنس نقش کلیدی داره و مارول نشون داد که حسابی روش سرمایه گذاری کرده. یلنا حالا یکی از مهره‌های اصلی داستان‌های بعدی مارول شده و با کاریزمای فلورنس طرفدارها بی‌صبرانه منتظر دیدن ادامه داستانشن.